بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز همراه شما درباره حضرت هاجر صحبت میکنم. قصه که پر از درس شجاعت و توکل است، علل خصوص برای خانمان، برای زنهایی که دور از نزدیکان خود هستند و برای خواهرانی که شاید سالها دور از شوهر خود، دور از پدر فرزندان خود، فرزند خود را به وایه میرسانند. درباره حضرت هاجر شاید بارها شنیده باشید، ولی به نقطه میخواهم در این قصه همگی توجه کنیم که چه درس بزرگی هست برای مایان زنها. وقتی حضرت هاجر از ابراهیم فرزنددار می شوند و چه خیلی می دانید ابراهیم همسرشان سارا بودند و سالهای دراز تا 80 سالگی از سارا صاحب فرزند نشدند و وقتی حضرت سارا کنیز خود هاجر را به ابراهیم می دهند که در آن زمان کنیز همچون همسر حساب می شد و با کنیز خود صاحبش می توانست همخوابگی کند، با حکمت پروردگار از هاجر بعد از 80 سالگی حضرت ابراهیم صاحب فرزند می شوند، صاحب اسماعیل. و وقتی که صاحب فرزند می شوند، پروردگار حضرت ابراهیم را امتحان می کند و می گوید ابراهیم اگرچه پس از این 80 سال صاحب فرزند شدی، تو باید هاجر را همراه همین کودک نوزاد میده‌یک همراه اسماعیل ببری در صحرای مکه ترک کنی. اینها باید در آنجا زندگی کنند، تو باید در شام زندگی کنی. و در آن وقت در مکه نه آب بود و نه انسانه، یعنی صحرای بی آب و بی انسان که امر الله هست که باید هاجر به آنجا هجرت کنن همراه اسماعیل. که حضرت ابراهیم هم که پیامبر الله بودند و می دانند که امتحان های الله حکمت هایش بعداً نمایان می شود. اگرچه مایان انسان ها خیلی بی صبری می کنیم که چرا به سرمان آمد، ولی ابراهیم خلیل الرحمن است، می گوید چشم پروردگار، سمعا و طاعتا، من آنها را آنجا می برم. و پسر خود اسماعیل و هاجر را گیران از شام به مکه می آیند. در بعضی کتاب ها آمده است که نه، این امر سارا بود، یعنی سارا امر کرده بود بعد از تولد اسماعیل که من چشم دیدن ندارم، کودک رو همراه مادر جوانش ببر. ولی این عموما این قصه رو صحیح گفته نمی شود، چون ابراهیم پیامبر الله هست. او به خاطر زن یکم به زن دوم ظلم نمی کند که به خاطر زن یکم بیاورد کودک و همسرش را در یک صحرا ترک کند. این اصلا نشاید به شأن یک جوانمرد مثل ابراهیم. نه، اینجا امر پروردگار بود، امتحان الله بود. وقتی حضرت ابراهیم هاجر را همراه اسماعیل به مکه پس از آن راه دور و دراز می آورند که کمی همراهشان آب و آذوقه مانده بود، زیر درخت اسماعیل و هاجر را می مانند و به عقب نگاه نکرده می روند و شاید دیگر طاقتی به چشم هاجر نگشتن را نداشتند یا طاقتی به آن طفل نوزاد جگربنده که بعد از 80 سالگی نصیبشان شد به او دیدن را نداشتند که زود می روند. وقتی می روند دیگر هاجر حیران می مانند که چرا این کار رو کرده ایستاده است. با صدای بلند می گویند ابراهیم چی کار کرده ایستاده ای؟ ما را به کی ترک کرده ایستاده ای؟ ما را کجا مانده ایستاده ای ابراهیم؟ حضرت ابراهیم چیزی نمی گویند و راه را دوام می دهند. بعد حضرت هاجر می گویند آیا پروردگارت تو را به این امر کرد؟ که قصه در صحیح بخاری هست در کتاب انبیا. آیا پروردگارت به این امر کرد؟ آیا الله تو را امر کرد؟ الله امرک بهذا، که ما را اینجا ترک کنی یا از پیش خودت این کار را میکنی؟ ابراهیم میگویند آره، الله مرا امر کرد. هاجر میگویند و سبحان الله، به جمله حضرت هاجر نگاه کنید، رضیت بالله ربا، من راضی هستم به حکم الله، من راضی هستم به آن چیزی که الله امر کرد. اگر الله تو را امر کرده باشد که ببر همسر و کودکت را در بیابان بمان، من به این امر الله راضی هستم. در روایت دیگر میگویند اگر الله امر کرده باشد او ما را ضایع نمی کند. اگر الله تو را امر کرده باشد خود الله ما را به دوش خود میگیرد. الله ما را اصلا پریشان نمی کند. حضرت ابراهیم
پس از دور شدن از نزد یعنی نانمایان شدن از نزد هاجر و اسماعیل و پروردگار دست دعا میبردارند و در سوره ابراهیم آمده است و دعا میکنند که ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. پروردگارا من فرزند خود را همراه همسرم در جایی که آنجا هیچ زراعت نیست، یگان انسان نیست، آب و درخت نیست، تنها گذاشتم در نزد خانه‌ات، در خانه حرمت پروردگار، تا که نماز برپا دارند. با امر تو بود البته پروردگار. اینها که خیلی تک و تنها هستند، بی کس هستند، بگذار قلب های بنده های مؤمنت به طرف اینها انس بگیرد و به نزد اینها آیند. و پروردگار اینجا که هیچ درختی نیست، آبی نیست، چیزی نیست، خودت به اینها رزق بده تا که از بنده ها یا شاید که از بنده های شکرگزارت باشند. باز دعا میکنند که ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. الله هم تو خودت میدانی که ما چه چیزها را در قلب داریم از غم و اندوه پس از ترک کردن فرزند و همسر در این بیکسی و آن چیزی که در ظاهرمون میبینی از گریه و دیگر از آن چیزی که آشکار است. و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. و هیچ چیز از الله در آسمان و زمین پنهان نیست. یعنی دست به سوی پروردگار میکنند و این دعا رو میخوانند که الله هم دیگر من اینها رو تنها گذاشته رفته ایستادم و تو خودت صاحب اینها باش. پس از اینکه اینها میروند، همینجا اگر دقت کرده باشید گفتیم یکمین چیزی که به دهان هاجر می آید رضیت بالله ربنا است. یعنی من به تقدیر الله راضیم، من به امر الله راضیم. اگر الله گفته باشد که ترکش کن، پس تو ترک کن و رو که من به این راضیم. سبحان الله. وقتی که ابراهیم میگویند الله مرا امر کرد، هاجر هم دیگر چی میگویند؟ اگر الله امر کرده باشد او ما را به حال ما نمیماند. این شجاعت یک جوان زن است که همراه کودک شیرخوارش در بیابان بی آب است، ولی یقین دارد که اگر این امر الله است الله او را تک و تنها نمیماند. تصور کنید، یعنی تصور این خواهران عزیز، عزیزانی که میبینید، اگر جدا تصورش کنیم که در یک بیابان یک جوان زن با یک کودک شیرخواره تنها مانده است، خیلی و خیلی یک دهشت آور است. اما ایمان به پروردگار، یقین به آن که پروردگار آنها را ضایع نمی کند، آنها را به حالشان نمی گذارد، راضی می شوند. دویده از جامعه ابراهیم نمی گیرند. کجا روی؟ من هم می روم نمی گویند، می گویند بیرو و من اینجا میمانم و الله ما را ضایع نمی کند. و دوام قصه رو دیگر میدانید، صفا و مروه که وقتی میبینند آب هم تمام شد و اسماعیل دارد گریه میکند، دیگر دیده نمیتوانند، دیگر به آن کودک نگاه کرده نمیتوانند و یکی دویده بالای کوه صفا میبرایند که شاید کسی را ببینند، یکی دویده بالای کوه مروه میآیند. بین صفا و مروه 7 بار دوادوی که یک کسی را ببینم شاید آب پیدا شود که این کودک الان از تشنگی میمیرد و خود را از کودک دور میکنند که مادر نمیتواند درد کودک را ببیند. در همون لحظه همون وعده الله می آید که الله هرگز صابران را به اجر و به پاداش و به حال خودشان نمیماند. یکی صدای میشنوند میگن این صدای دروغین است، صدای چیست؟ یکی میبینن که جبرائیل، در روایت فرشته، در روایت جبرائیل در نزد اسماعیل است و از زیر پای کوچک اسماعیل دارد آب زمزم می آید و دویده از آن آب می نوشند و آب را با دستان خود جمع می کنند که مبادا کم نشود و اسماعیل را هم می نوشانند و خودشان هم. و هاجر از زنهایی هستند که جبرائیل را دیده بودند و در نزد کودک خود. و البته پس از آمدن آب دعای ابراهیم هم اجابت می شود و مردم وقتی می بینند که اینجا آب است میگویند ما می خواهیم همراه تو اینجا زندگی کنیم، از آب هم بنوشیم. و دیگر مکه به یک شهر تبدیل می شود با ایز قدم ها، یا گفتیم با سبب آمدن هاجر و اسماعیل به این شهر. پس خواهران و مادران باید درس عبرت بگیریم از هاجر، از جوانزنی که
کلی ترس از دلش رفت وقتی یقین کرد که الله با او هست، الله او را تنها نمیماند و اگرچه آب نیست، صحرا هست، کسی نیست، وقتی الله بخواهد معجزه های می شود که ضد قانون بشریت و طبیعت است. یعنی از یک صحرای از زیر قدمی یا پای یک کودک آب برآمدن را عقل قبول ندارد، اما الله وقتی این را می خواهد این چیز می شود. پس نباید اصلا ناامید شد. هر مصیبت، هر مشکلی که می آید بالای خودمان، بالای همسرانمان، فرزندانمان، در کجای نباشد، یقین بدانید قدرت الله بالای تمام این قدرت هاست و حل مشکلی ها با یک کن فیکون پروردگار می شود و هر چی ناامیدی باشد هم اگر به الله امید بستیم آن حقیقت می شود و پروردگار بنده هایش را به حال خودش نمی گذارد. این بود عزیزان قصه کوتاه ما. اگرچه قصه خیلی دور و دراز است کوشش کردم کوتاه‌تر باشم. بگذار زندگی هاجر پنده باشد برای تمام زنها، علل خصوص زنهای دور از وطن و پریشان مردم ما تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.